هیچ چیز رو زودتر از موقعش نخواه. درسی از پروانه. تا حالا شده برای رسیدن به چیزی عجله داشته باشی؟ برای موفق شدن، برای بزرگ شدن، برای اینکه یک مشکل زودتر تموم بشه؟ گاهی فکر میکنیم اگر سختی مسیر رو حذف کنیم زودتر به مقصد میرسیم، اما شاید بعضی سختی ها دقیقاً همون چیزی باشه که برای قوی شدن بهش نیاز داریم. یکی بود یکی نبود. یک روز سوراخ کوچیکی در یک پیله پروانه ظاهر شد. یک نفر نشست و چند ساعت به تلاش پروانه برای خارج شدن از سوراخ کوچیک ایجاد شده در پیله نگاه کرد. بعد تلاش پروانه متوقف شد و به نظر می رسید تمام تلاش خودش را انجام داده و دیگه نمیتونه ادامه بده. اون فرد تصمیم گرفت به پروانه کمک کنه و با قیچی پیله رو باز کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما بدنش ضعیف و بالهاش چروک بود. اون فرد باز هم به تماشای پروانه ادامه داد، چون انتظار داشت که بالهای پروانه باز، گسترده و محکم بشه و از بدن پروانه محافظت کنه. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. در واقع پروانه بقیه عمرش رو به خزیدن مشغول بود و هرگز نتونست پرواز کنه. چیزی که اون شخص با همه مهربونیش نمیدونست این بود که محدودیت پیله و تلاش لازم برای خروج از اون سوراخ راهیه که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه به بالهاش قرار داده بود تا پروانه بعد از خروج از پیله بتونه پرواز کنه. نتیجه داستان: شاید بعضی از سختی هایی که امروز از اونا خسته ای دارن تو رو برای پرواز آماده میکنن. پس همیشه برای زودتر تموم شدن سختی ها عجله نکن. هیچ چیز رو زودتر از موقعش نخواه. گاهی زمان خودش بخشی از مسیر رشد توه. پایان. اگه دوست داری نوشتن رو یاد بگیری و پیشرفت کنی، جای درستی رو انتخاب کردی.